حساسیت پوستی چه علائم و چه درمانهایی دارد؟ قرمز شدن پوست همراه با التهاب و خارش یک نوع حساسیت پوستیه که پزشکان بهش میگن درماتیت و در نتیجه واکنش سیستم ایمنیمون به یه ماده محرک ایجاد میشه. در واقع درماتیت شایع‌ترین نوع حساسیت پوستیه که اگر بر اثر تماس پوست با ماده محرک شیمیایی ایجاد بشه بهش درماتیت تماسی تحریکی و اگر در اثر واکنش بدن به مواد آلرژن یا حساسیت‌زا به وجود بیاد بهش درماتیت تماسی آلرژیک میگن. اما این مواد محرک چیان و چطور این اتفاق میفته؟ بیاین با هم بررسیش کنیم. قبل از هر چیز اگر عضو کانال مردمک نیستین روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و علامت زنگوله رو فشار بدید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. مواد محرک. این مواد خیلی هم دور از دسترس ما نیستند. مثلا عطرها، مواد آرایشی، مواد شوینده و نرم کننده، صابون‌ها و شامپوها، اسپری‌های برطرف کننده بوی عرق، لوسیون‌های بدن، رنگ مو، رنگ و مواد شیمیایی موجود در لباس، دستمال‌های کاغذی و سایر محصولات سلامتی و زیبایی معطر میتونن منجر به بروز علائم درماتیت بشن. از اونها مهمتر مواد شوینده مانند پودرهای لباسشویی، مایع ظرفشویی و مواد سفید کننده هستند که اگر با بی‌احتیاطی ازشون استفاده کنین ممکنه درماتیت به سراغتون بیاد. بعضی مواد که در ساخت ابزارهای مختلف به کار میرن هم میتونن درماتیت رو به وجود بیارن. به عنوان مثال لاتکس یک ماده لاستیکی در بادکنک و دستکش‌های یکبار مصرف و اسباب بازی‌ها و بعضی وسایل بهداشتی مثل کاندوم وجود داره و در بعضی افراد واکنش‌های حساسیت‌زا ایجاد می‌کنه. حتی ممکنه تماس با گیاهانی مثل پیچک سمی، بلوط سمی و سماق سمی که کیسه‌های روغنی دارن واکنش‌های آلرژیک ایجاد کنه و پوست در محل تماس با گیاه دچار راش یا سرخی و دونه دونه شدن پوست بشه. متاسفانه مواد محرک در اطرافمون کم نیستن و حتی مواد شیمیایی که در تهیه محصولات چرمی به کار میرن و در ترکیبات ضد میکروب و ضد قارچ هم استفاده میشن ممکنه به بروز علائم درماتیت منجر بشن. درمان درماتیت. اولین قدم تشخیص و یافتن ماده محرک و دوری کردن از اونه. ببینید قبل از بروز علائم حساسیت با چه موادی سر و کار داشتیم. بعد از شناسایی ماده محرک برای انتخاب راه درمان هم باید به جنبه‌های مختلف این حساسیت پوستی دقت کرد. مثلا اینکه شدت علائم و نشونه‌ها تا چه حده، فراوانی راش‌ها و یا محل قرارگیریشون به چه صورته. در وهله اول ناحیه درگیر شده رو با آب سرد و صابون غیر عطری شستشو بدین تا ماده آلرژیزا از بین بره. اگر ماده محرک پایه روغنی داره از الکل برای پاک کردن اون موضع استفاده کنین. بعد هم میتونین از داروهایی که نیاز به نسخه پزشک ندارن مثل لوسیون کالامین یا پماد کورتیزون برای رفع خارش و التهاب استفاده کنین. حواستون باشه باید پوست رو مرطوب نگه دارین و لباسهای نخی و گشاد بپوشید و تا میتونین از خاروندن ناحیه درگیر آلرژی خودداری کنین چون موضع رو بدتر میکنه. کی به دکتر زنگ بزنم؟ با اینکه راش‌های حاصل از تماس به ماده محرک ناخوشایندن و حتی ممکنه شما رو بترسونن ولی شایعن و طولی نمیکشه که برطرف میشن. اما در بعضی از شرایط بهتره با دکترتون تماس بگیرین و معاینه بشین. این شرایط چیا هستن؟ اگر راش‌ها نزدیک چشم‌ها باشن، قسمت زیادی از بدن رو درگیر کرده باشن، پوست موقع لمس داغ باشه، با وجود استفاده از داروهایی که به نسخه پزشک نیاز ندارن، خارش شدید ادامه داشته باشه، درماتیت همراه با تاول زدگی باشه، همچنین نشونه‌هایی مثل مشکل در تنفس، تورم گلو، خسخس سینه، تعریق بیش از حد، تنگی قفسه سینه، حالت تهوع و گیجی رو نباید اصلاً نادیده گرفت. درماتیت واگیر هم داره؟ باید بگم که نه، درماتیت مصری نیست،
پس اگر کسی از اطرافیانتون دچار این عارضه شد نگران نباشید، مگر اینکه یک عامل عفونی بهش اضافه شده باشه که در حالت عادی چنین عاملی وجود نداره. راه‌های پیشگیری: میتونیم از تجربه‌های قبلیمون برای پیشگیری از حساسیت پوستی استفاده کنیم. مثلا وقتی با موادی سر و کار دارین که احتمال میدین باعث بروز حساسیت میشه، از دستکش‌های نخی استفاده کنین، یا برای جلوگیری از تماس مستقیم پوست با مواد آلرژیزا یک لایه کرم یا ژل رو به عنوان مانع به کار ببرید. زیورآلات رو با برق ناخن بپوشونین تا با پوستتون تماس مستقیم نداشته باشن. و در آخر از محصولات پوستی غیر معطر، فاقد مواد شیمیایی و با پایه طبیعی استفاده کنید که هم برای سلامتی پوستتون خوبه و هم از بروز حساسیت جلوگیری میکنه. ممنون که همراه همیشگی ما هستین. اگر از دیدن این ویدیوی آموزشی راضی بودین، یادتون نره اونو لایک کنین و با دوستانتون به اشتراک بذارید.